خب برای بچه امروز اومدیم با رمزهای GTA V پارت اول. امروز قرار رمز پایین آوردن سطح تهاجمی رو بهتون بگیم که میشه همون ستاره وقتی که پلیس دنبالتونه. الان مثلا ببینید من الان تقریبا 1 ستاره از 5 ستاره هم اومده و الان پلیس دنبالمه. شما وارد صفحه شماره گیری میشید و این کدی که این بالا میذارم رو میزنید. بعد از این که این کد رو بزنید، حالا بستگی داره، الان مال من 1 ستاره داره میشه، برای همین تا من این کد رو وارد کنم سطح تهاجمی از بین میره. الان مشاهده کنید، ببینید الان بعد این که من این کد رو وارد کردم الان سطح تهاجمی از بین میره، ولی ممکنه وقتی که سطح تهاجمی تا تپوره 2 بار مجبورید این کد رو وارد کنید. تا کد دیگر بدرود.